اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. نصیحت گوش نکردید. روز اول بنده برات کلیپ فرستادم، نصیحتت کردم در ملأ عام، در تلویزیون که با دولت اسلامی نجنگ، اسلحه بر ندار. خوبه که الان اینجوری رسوا شدید و در به در شدید. بهتر نبود که مثل کرزایی، مثل عبدالله از سایه افطالمان استفاده بکنید و بشینید دنبال پول و مقام نباشید، فریب اون یهودی را که اونجا پیشت هست نخورید؟ شهادت هموطنان و فرزندان صدیقی سرزمین را خدمت خانواده محترمشان. نه، اینا شهید نشدن. اینا که در مقابل دولت اسلامی جنگ وایستادن شهید نیستند. اینا متمردند، باقیند. ملت شهید پرور افغانستان تبریک و تسلیت عرض میکنم. تسلیت آقا، تسلیت چیه؟ تسلیت؟ افغانستان در ماه‌های گذشته جنگ‌های فراوانی را شاهد بود و مردم ما در اقصا نقاط مختلف مقاومت کردند و استادگی نمودند، تا اینکه متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم شما که در مقابل طالبان وایستادن کار خوبی کردن، کار بدی کردن. اینا مردم نبودن، دولت بوده که تا امریکا پشتون رو خالی کرد چند روز بیشتر باقی نمون. این مردم شدن. اگر مردم با شما بودند که پنشیر سقوط نمی کرد، اگر مردم با شما بودند که غنی فرار نمی کرد، اگر مردم با شما بودند که 350,000 نفر ارتشی که امریکا 20 سال براش مصرف کرده مثل نمک آب نمی شدند. که مردم با طالبان هستند. عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت و جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. این مقاومت نیست. در مقابل مسلمان مقاومت کردن این بغاوته. مزدور شدن امریکا